عزیز، در یک از ویدیوهای دیگر در کانال یوتیوب من خوش آمدین. به امیدیم که جور صحتمند و سلامت باشید. دوستان عزیز، در ویدیوی قبلی ما در مورد تحلیل تکنیکال و یا تکنیکال انالایزیس ما صحبت کردیم. در این ویدیو در ادامه همان ویدیوی قبلی بعض موضوعات را مثلا چیکار میکنیم صحبت میکنیم. خب در ویدیوی قبلی ما شما در مورد کندلستیک گفتیم که کندلستیک بر علاوه از این که دارای خصوصیات می باشد، مثلا مثل از این که یک کندل از خود مثلا چی داره، اوپن داره، یعنی زمانی که یک کندل باز میشه و این کندل از خود مثلا تا لوست پرایس تا آخرین قیمت که مثلا کندل قیمت پایین میه و هایست پرایس تا بالاترین قیمت که در همین کندل مثلا بازار بالا میره و کلوز و بالاخره مثلا وقتی که یک کندل چیکار میشه کلوز میشه و این ما خواندیم. ما همچنان گفتیم کندل از خود بادی می داشته باشه و ویکس می داشته باشه و امروز ما در مورد کندلستیک پترن مثلا چیکار میکنیم صحبت میکنیم. یکی کندلستیک پترن چی است، آنها و دیمین مثلا چی است، ویر دی ورک در کجاها آنها کار میکند و در کجاها او کار نمیکنه یا فیل میشه مثلا ناکام میمونه. و این ویدیو برای کسایی که مثلا نو به تریدینگ رو آورده و یا برای کسایی که مثلا در سطح ادوانس هم میباشه مثلا این ویدیو رو میتونه مثلا ببینه و از معلومات از این ویدیو استفاده کنه. خب ما شما گفتیم هر کندلستیک دارای بادی و ویکس میباشه. قسمت بادی کندلستیک چی کار میشه؟ کنترل بایر و سیلر مثلا چی کار میکنه؟ نشان میده که نه فعلا در بازار چقدر بایر مثلا خریدارها مثلا کنترل میداشته باشه در بازار و یا فروشنده ها مثلا چی سیلر کنترل میداشته باشه. و ویکس که است، ویکسش همان چوبک کندل که است، او خودش چی رو نشان میده؟ ریجکشن، یعنی ریجکت شده که مثلا سیلر کشکل بازار پایین بره و چی کار شده؟ مثلا بایر داخل شده و پس کندل مثلا به طرف بالا پوش میکنه و با یک ویک مثلا در کندل ایجاد میشه و خود همین ویک مثلا باعث چی میشه؟ باعث مثلا ریجکشن، یعنی بازار خریدارها داخل شد و بازار باید چی کار شد؟ به سمت بالا باشه، یعنی یک ریجکشن و یا یک رد کردن مثلا چی کار میشه؟ نشان. و ما شما خواندیم که مثلا از نظر مثلا این کندلستیک ها از نظر سایکولوژی یک بتل، یک جنگ را بین بایرز و بین سیلرز چیکار میکنه؟ یک جنگ را نشان میده. بین خریدارها و بین فروشنده ها چیکار میکنه؟ یک جنگ را نشان میده. خب دوستان عزیز، و ما شما مثلا فکر کنم اگر همین موضوع را برای شما مثلا در قسمت مثلا چارت اینجا بیان کنم کمی پیش میریم مثلا و ایمپورتنت رول یا قوانین مثلا مهمی که هستک چی هستک؟ candlestick patterns do not work alone. یعنی candlestick pattern را که امروز ما میخوانیم مثلا میخوانیم در چیزهای بعدی مثلا او که اینها به تنهایی کار نمیکنن و اینها مثلا کار میکنه همراه لیول، در لیول ها در زمان که ترند، یعنی بازار ترندش معلوم باشه که بازار به سمت بالاست ترندش و یا ترند ما به سمت پایین است. وان کانفرمیشن و دیگر مثلا دیگر چیزهایی که مثلا ما ازش کانفرم باشیم، مطمئن شویم مثلا ما دیگر چیزها یک جای کار میکنه و به تنهایی هیچ وقت شما در خاطر یک کندلستیک پترن شما هیچ وقت مثلا ترید نکنید.
یا وارد یک معامله نشوید. خب اولین کندل استیک پترن که ما شما میخوانیم نامش استک همر، اینمی خود همر نامش استک. مثلا همر چی است؟ همر که استک و یک بولش ریورسال استک، یعنی و همیشه وقت چی کار میکنه؟ بازار از سمت بیرش از حالت صعودی به از حالت نزولی به حالت صعودی چی کار میکنه؟ جهش میده و یا چی کار میکنه؟ ریورس میسازه. و این کندل که از شکلش چی رقم است؟ شکلش به این شکل میباشه، اسمال بادی داره، بادی بسیار خرد داره. ما گفتیم اینی سبز را به نام بادی یاد میکنه. بادی بسیار خرد داره و لانگ لور ویک داره و بسیار یک ویکی دور و دراز مثلا چی داره؟ در سمت پایین خود داره و اینا به نام همر یاد میکنه. و وظیفهش چی است؟ همیشه وقت یک بیرش ترند یا یک ترند بیرشه که از بالا به طرف پایین باشه و سمت بولش و سمت پایین به طرف بالا چی کار میکنه؟ ریورس میکنه. مثال ما شما یک چیز دیگه هم در مورد از این همر چی کنین؟ زمان شما همه را میبینین، مثلا همر میای مثلا در نزدیک تو بازار چی هستک؟ دینی قسمت ها عموما مثلا چی کار میشه؟ باید دنبال همر باشه و همر که هستک یک چی هستک؟ بینی شکل مثلا ایجاد میشه و این باعث از این میشه نمی همر وقت ایجاد شد بازار از این قسمت ریورس میکنه، یعنی پس به سمت چی کار میشه؟ به سمت بالا میره. پس اینی را به نام همر و عموما یعنی ویکسش اگر مثلا تا 2x 2 برابر و کلانتر از بادی نبود، شما چیکار کنین؟ او همه را مثلا زیاد چی نکنین، زیاد در موردش مثلا مطمئن نباشید که او همه را مثلا درست کار کنه. و دیگر ما شما همیشه وقت گفتیم مثلا اینجا که important role هم در بخش important role که کندل استیک به تنهایی کندل استیک پترن که نمی یک همر است، اینا به تنهایی کار نمیکنه، اینا همراه در لیبل ها و در ترند و در وقت کانفرمیشن یا مثلا ما همراهش داشتیم وقت چی کار میکنه؟ کار میکنه. سه اینجا در مورد همر هم گفتم where it works، در کجا همر کار میکنه. Work at support after a downtrend fills in the middle of the range و کار نمیکند در کجا؟ در وقتی که در میدل رنج، یعنی در بین یک رنج مثلا ما شما چیکار کنیم ببینیم مثلا اگر در اینی سپورت چی را میگه؟ زونی را میگه یا یک ناحیه را میگه مثلا در چارت که در اون ناحیه چندین بار بازار در همون ناحیه مثلا چیکار کنه؟ رسیده باشه، ولی در همون ناحیه که میرسه دوباره پس بازار از اون پایین تر نمیره و از اونجا دوباره پس بازار باونس میکنه، یعنی به سمت چی کار میشه؟ به سمت بالا میگه و این ناحیه را به نام سپورت یاد میکنه. ببین در اینجا بازار یک بار در اینجا باونس کرده، یک بار در اینجا باونس کرده و یک بار دیگه در این قسمت باونس کرده. پس در همچون جاها اگر ما دنبال همر بگردیم، همر همیشه وقت چی کار میکنه؟ کار میکنه. در کجا؟ در سپورت، در قسمت های سپورت. ببین اگر ما شما در چارت یا در تریدینگ بیایم مثلا در یک چیز آنلاین مثلا ما شما دنبال همر باشیم، ما شما میشه باید بعد از یک داون ترند، بعد از اینکه مثلا پایانی بود و در قسمت مثلا سپورت لیول ما میشه دنبال همر باشیم و اگر همر پیدا کردیم و آن را مثلا با چند کانفرمیشن دیگه و از چند جاهای دیگه هم مطمئن شویم و بعدش ما اگر در اونجا بای بکنیم با امید از اینکه بازار بالا بره، مثلا این کار ما چیست؟ درست است. مثلا ببین اینی XAUSD است، ما شما بعد از یک مثلا
چیز باید دنبال چی باشیم؟ دنبال داون. بعد از یک داون ترند، اینی قسمت مثلا داون ترند است. ما شما میشه اینی قسمت ها مثلا چیکار کنیم؟ آیا ببینیم که اینجا یک سپورت، مثلا یک سپورت لیول خوب است یا نه خیر، یا میشه مثلا بازار دوباره از یک جای بعد از یک داون ترند با چیکار باشیم؟ دنبال سپورت، مثلا این سپورت، ناحیه های سپورت مثلا میشه ببینیم و بعدش که مثلا در این ناحیه های سپورت اگر ما یک همر کندلستیک پترن پیدا کردیم، ما با کانفرمیشن موضوعات دیگه ما شما میتونیم در اونجا چیکار کنیم؟ بای کنیم و تا که قیمت مثلا چیکار شود؟ بالا بره. خب چیز بعدی را که مثلا ما میخوانیم مثلا چی هستک؟ ما داریم مثلا شوتینگ ستار. شوتینگ ستار همین ستاره ها که مثلا از بالا پایین به طرف سمت پایین میره، اونا را به نام شوتینگ ستار میگن. ستاره های دنباله‌دار رو به شکل از بالا در شب ها مثلا پایین میره. و این چی هستک؟ این هم شکلش مثل همروار است. میبینید این چیز سرخه مثلا شکلش مثل همرواره میباشه، ولی این چی هستک؟ بیرش ریورسل است. این عموما چی هستک که یا در بالایی مثلا در وقتی چارت کندل ها سمت مثلا ترند ما به سمت اپ ترند بود و این در بالا مثلا پیدا میشه و باعث از این میشه که مثلا چی کار شود که ترند از حالت اپ، از حالت بالا رفتن به حالت داون، یعنی به حالت چی پایین آمدن چی کار کنه؟ ریورس بسازه، تغییر بده مثلا. و این هم دارای اسمال بادی می باشه و لانگ هپر ویک می باشه، ولی این ویکش چی هست؟ در سمت بالا می باشه، لانگ هپر ویک باشه. پس همیشه وقت این مثلا چیز را ما در قسمت باید چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. و عموما مثلا وقتی ما ایره چیکار کردیم پیدا کردیم شوتینگ ستاره، پس ما شما ایره هم باید مد نظر داشته باشیم که نی ویکسش عموما از 2x کرده باید چیکار باشه؟ از 2 برابر کرده. اگر بود کلانتر بود مشکل نیست و حداقلش باید از 2x کرده، هم در همر و هم در شوتینگ ستار باید چیکار باشه؟ کلان باشه. پس اینجا ما وقتی اگر ما شوتینگ ستار دیدیم با شما پس مطمئن میشیم که بازار نال اینجا چی هستک دیگر به طرف چی میره؟ به طرف پایین میره. و اگر ما در اینجا مثلا بفروشیم یا سل کنیم یا شارت بکنیم، مثلا سل و یا شارت ما چی کار میکنیم؟ فایده میکنیم. به خاطر از این که دیگه بازار چی کار میشه؟ بازار پایین میره. پس ایره به نام چی یاد میگه؟ شوتینگ ستار یاد میکنه. و شوتینگ ستار هم در هر جایی مثلا کار نمیکنه. where it works at resistance after uptrend و fails near support. چی کار میشه؟ شوتینگ ستار همیشه وقت بعد از یک اپ ترند یا بعد از اینکه مثلا چی هست ترند ما مثلا تکمیل میشه، اپ میشه، بالا میره، در یک نقطه رزیستنس میرسه و در اینی ناحیه مثلا چی کار میشه؟ در ناحیه رزیستنس کار میکنه، ولی در ناحیه سپورت مثلا اگر شما در اینجا ما دنبال شوتینگ ستار باشیم، پس در اینجا شوتینگ ستار هیچ وقت چی کار میکنه؟ کار میکنه. فقط در کجا کار میکنه؟ در نقطه رزیستنس یا نقطه مقاومت بالا مثلا کار میکنه. و در زمانی که بازار یه هم رزیستنس هم مثل سپورت داره، یک ناحیه در چارت میباشه که چندین بار بازار به سمت بالا رفته باشه. وقتی در همون ناحیه میرسه بازار دوباره چی کار میشه؟ فیل میشه یا بازار مثلا چی کار میشه؟ پس دوباره به سمت پایین کشیده میشه و این هم مثلا به نام سپورت ناحیه را به نام سپورت یاد میکنه. و دوجی چی نوع کندلستیک پترون است؟ دوجی که استک
عموما کندلستیکی می باشه که چی است من اینجا برمیگم، یعنی دوجی وقتی تشکیل میشه مثلا دوجی کندلستیکی می باشه که مثلا دیگر اوپن پرایس و کلوز پرایزش چیکار می باشه؟ سیم می باشه. یعنی اوپن پرایس و کلوز پرایزش مثلا چیکار می باشه؟ سیم می باشه، یعنی مساوی می باشه و یا تقریبا مساوی می باشه. مثلا در اینجا با شما اینی کندله به نام چی یاد میکنه؟ به نام دوجی یاد میکنه که در عین مثلا بازار چی کار میشه؟ مثلا در ما اگر یک دوجی کندله بینیم مثلا بازار در یک نقطه چی کار میشه؟ باز میشه، بازار بالا میره مثلا به سمت بالا چی کار میشه؟ پس دوباره پس پایین میه و خیلی پایین میه و پس دوباره میره در کدام؟ در عین نقطه پس دوباره چی کار میشه؟ بسته میشه. در عین نقطه که باز شده بود پس در عین نقطه بسته میشه و این با چی کار میشه؟ یک دوجی کندلستیک پترن چی کار میشه؟ تشکیل میشه و این خودش چی نشان میده؟ ایندیزیشن، یعنی چی کار میکنه؟ تصمیم گیری را نشان نمیده، غیر تصمیم گیری را مثلا نشان میده. غیر تصمیم گیری مثلا که نه بایرها مثلا خریدارها و نه سیلرها فروشنده ها مثلا چی هستن؟ غیر تصمیم گیری، در حالت غیر تصمیم گیری قرار دارن. مثلا نمیتونه مثلا داخل چیکار میشه؟ یک با میخره و نه چیکار میکنه؟ میفروشه. پس چی هست؟ با اینا مثلا نمونه هایش هست. میتونه به این شکل باشه، میتونه به این شکل باشه، میتونه به این شکل و حتی در چارت میتونه به شکل سیاه مثلا کاملا پرینت شوه و یا میتونه مثلا بینی حالت مثلا چیکار شوه؟ پرینت شوه. مثلا اگر ما در اینجا ببینیم وقتی من زوم کنم ما خیلی زیاد مثلا دوجی را چیکار میکنیم؟ میبینیم مثلا در ما خیلی از دوجی را میتونیم مثلا چیکار کنیم؟ ببینیم. این اینجا مثلا چی هست؟ دو دانه دوجی هست، مثلا سرخ مثلا خودش چی هست؟ یعنی دوجی است. و یا مثلا در دیگه جای اگر ما بگردیم ما هم میتونم مثلا دوجی را چیکار کنم؟ این مثلا یا خودش یک نوع چی هست؟ یک نوع دوجی کندلستیک است. و این دوجی کندلستیک در کجا کار میکنه و در کجا مثلا چی میکنه کار نمیکنه؟ این را ما میتونیم مثلا بگوییم که مثلا دوجی کندلستیک مثلا where it works و این همیشه وقت کار میکنه at key level و fails when used alone. وقتی ما به تنهایی فقط یک دوجی رو میبینیم مثلا وارد معامله میشیم یک ترید باز میکنیم پس او هیچ وقت مثلا چی کار میشه؟ او ترید ما موفق نمیشه خاطر با یک دیجی مثلا ترید کردن یک کار کاملا غلط میباشه. و در مثلا کی لیول چی هست؟ لیول مثلا اینی جای به نام کی لیول ببین این مثلا یک بار مثلا دیلی قسمت ها مثلا دوجی چی هست؟ اگر مثلا بازار در داون بود حالت داون ترند بود مثلا اگر بازار مثلا از حالت بالا به طرف پایین آمد و شما در یک کی لیول مثلا دوجی رو دیدین مثلا دوجی را مثلا در اینجا دیدین پس چی هست؟ یعنی فروشنده ها مثلا سیلر دیگه بازار چی هست؟ تصمیم گیریشان مثلا چی شده؟ خلاص شده و دیگه نمیخواد بازار مثلا به طرف پایین مثلا چیکار کنه؟ پوش کنه یا حرکت بده. پس در اینجا حتما مثلا چی هست؟ سیلر داخل میشه وقتی بایر داخل میشه وقتی بایر داخل شد پس این بازار چیکار میشه؟ از اینجا حتما پس وقتی اگر در یکی لیول مثلا شما یک دوجی رو دیدین پس میفهمین که در یک قسمت دیگه بایر نمیخواه مثلا بازار دیگر به سمت بالا مثلا انتقال بکنه پس در اینجا یک چی هست؟ یعنی غیر تصمیم گیری مثلا به وجود آمده پس در اینجا سیلر میدره و بازار دوباره چیکار میشه؟ پایین هدایت میکنه یا پوش میکنه. خب
و چیز بعدی داریم مثلا چی هست؟ بولش انگلفینگ. بولش انگلفینگ عموما دیگر سینگل تایپ آف کندلستیک نیست، یعنی کندلستیک هایی که از یک نوع، از یک سینگل کندلستیک پترن هایی که از یک کندلستیک چیکار میشد ساخته شده بود نیست. اینا دبل کندلستیک پترن است، یعنی پترن هایی که از دو نوع کندل چیکار شد، از دو کندل به وجود آمد. پس چی است که یک از آنها به نام بولش انگلفینگ است و این چی است عموما از دو نوع کندل بینی نوع، مثلا به این شکل، مثلا یک کندل سبز، یک کندل سبز کلان و یک کندل سرخ چی است کلان. لارج بولش کندل، کندل سبز کلان و engulfs bearish و engulf کرده باشه خوران در خود خواب کرده باشه یا در خوریده باشه، مثلا چی را کندل سرخ. مثلا مثل این از این حادثه که اگر ما در اینجا مثلا چی کار میکنم، یک دانه در داون ترند است، مثلا کندل های سرخ ساخته شد و در این قسمت هم یک کندل سرخ چیکار شد ساخته شد. فکر کنم مثلا یک کندل سرخ در این قسمت هم چیکار شد به وجود آمد. مثلا و این کندل سرخ مثلا دارای ویکس هم مثلا فکر کنم به این اندازه یک ویکس هم چی هست در خود جور کرد و در عین وقت بعد از این یک کندل دیگه جور شد که این کندل مثلا چی کار شد بسیار کلانتر از این لارج بولش کندل بسیار کلانتر از این مثلا چی کار شد جور شد. پس کندل چی کار شد سبز شد. پس اینی هر دو را به نام چی یاد میکنم؟ به نام بولش انگلفینگ کندلستیک پترن. و اینی هر دو را مثلا ما وقتی هر دویشتان ندیم مثلا ما نمیتونیم کنفرم کنیم، نمیتونیم مطمئن باشیم. اینی هر دو را به نام بولش انگلفینگ چیکار میکنه کندلستیک پترن. این یعنی چی؟ مثلا این یعنی مثلا این بولش انگلفینگ این مانا را میتونه که مثلا چی کار است فروشنده ها مثلا سلر بازار را چی کار شد پایین آورد در اینجا کنترل بازار از دست داد، مثلا چی کار شد کنترل بازار از دست داد و دیگر بایر مثلا با یک مومنتم یا با یک قوت مثلا بسیار چی کار بازیات مثلا چی کار شد داخل بازار شد. پس وقتی بایر داخل بازار شد پس در اینجا یک ریورسال رخ بده و دیگر بازار به سمت چی بره و اینجا در بعدی داریم مثلا بولش بیرش انگلفینگ. خب این هم در کجا کار میکنه و این هم ما شما همیشه وقتی در یک سپورت زون، یعنی در کجا در یک مثلا سپورت زون مثلا ما شما دیدیم در ناحیه سپورت ما چی کار میکنه یک بولش انگلفینگ دیدیم بعد از یک داون ترند، بعد از اینکه حالت نزولی خدا چی کار شد ختم کرد بازار در یک نقطه سپورت رسید و در اینجا اگر یک کندل سرخ خورد چی کار شد ساخته شد و بعد از یک کندل آبی کلان ساخته شد. کندل آبی کندل سرخ کلن قابید در خود جا داد. پس چی کار میشه در اینجا ما میتونیم به نظر این بولش انگلفینگ ما میتونیم چیکار کنیم بای بکنیم و بازار از اینجا حتما به سمت چیکار میشه بالا میره. پس این چی کار میگم به نام بولش انگلفینگ. و بیرش انگلفینگ چی هست که بر متضاد بولش انگلفینگ و این عموما در بالا یک کندل چی هست لارج بیرش کندل انگلف بولش،
یعنی چی که مثلا در یک ترند از سمت مثلا چی هستک، از سمت پایین مثلا آبی ها مثلا چیکار میشه، سمت بالا میره و در بالا مثلا چی است، یک کندل آبی مثلا خورد چیکار میشه، جور میشه. مثلا یک کندل آبی میگم من، سبز، اینجا یک کندل سبز چیکار میشه، خورد جور میشه. و در بعد از این کندل یک کندل سرخ کلان چیکار میشه، جور میشه که کل از این چی رو در خود چیکار میکنه، جا میده، کل کندل سبز را در خود جا بده. پس در اینجا چی هستک، در اینجا مثلا این چی هستک، حتما بازار به سمت این کار این چیه به نام برش انگلفینگ یا مثلا برش. خب و این هم مثلا ترند چیکار میکنه، چنین میشه. این را ما باید همیشه در ناحیه رزیستنس یا مثلا در کجاها ما باید دنبال ازی باشیم، در نقطه‌ای که مثلا چندین بار بازار در اون نقطه تچ کرده رسانده خوده و پس دوباره از نقطه پایین آمده. اگر بار دیگه در اون نقطه ها تچ کرد اونجا برش انگلف جور شد، پس ما میفهمیم که نقطه شکستانده نمیشه یا بیزی که قیمت بالا نمیره و قیمت چیکار میشه، دوباره به سمت پایین میره. و بعدیش داریم مثلا ما چی هستک، مورنینگ ستار. مورنینگ ستار چی هستک، از 3 کندل، پس این از چی هستک، از 2 کندل نه، از 3 کندل چیکار میشه، ساخته میشه. مثلا 3 کندل بولیش ریورسال است. این چی کار میکنه، بازار از حالت مثلا نزولی خود مثلا چی کار میشه، به حالت مثلا سودیش چی کار میشه، تغییر میده. مثلا اگر در اینجا بازار از بالا میایه مثلا نزولیست بازار و در اینجا 3 دانه کندل چی کار میشه، و این 3 کندل به چه شکلی باید ساخته شود، به شکل ازی که مثلا یک دانه کندل مثلا سرخ خرد، سرخ نسبتاً خرد مثلا چیکار میشه، مثلا نسبتاً خرد و بعدش مثلا چی هستک، یک کندل پایین مثلا به نام مثال فکر کندل سبزی مثلا بسیار خرد، بسیار چی هستک، بسیار خرد مثلا و بعدش یک کندل سبزی بسیار چی، بسیار کلان. و اینی 3 کندل که یک جای جور شود این را به نام چی یاد میکنم، مورنینگ ستار یا مثلا مورنینگ ستار. خب این دو دانش مثلا چه ایش سرخ هستک و داخلش سرخ است و این دو تای دیگهش مثلا چی هستک، سبز. و این تا ما هر 3 از کندل ندیدیم با شما مثلا نمیتونیم مثلا چیکار کنیم، بگوییم که مثلا با 3 کندل مورنینگ ستار پترن که است از 3 کندل زد. یعنی وقتی ما هر 3 از این کندل چیکار کردیم دیدیم، یعنی به شکل اینی که در داخل از باکس است مثلا به این شکل مثلا ما دیدیم، پس میفهمیم که مورنینگ ستار مثلا پترن چیکار شده، ساخته شده و این باعث از این میشه که ریورسال میکنه مارکت بالا. و ایونینگ ستار هم عین چیز است، فقط چی کار میشه، در بالای یک کندل سبز کلان وقتی که بازار به طرف سودی بود مثلا در ختم سودی یک کندل سرخ جور میشه و بعد یک کندل سرخ دیگه ای که مثلا بسیار کلان است و این صفت یک جا را به نام مثلا چی یاد میکنه، به نام ایونینگ ستار. خب انتری رول
وقتی ما شما این چیزا رو فهمیدیم که مثلا هر کدامش مثلا میبینید یک کارها را مثلا انجام میده، یعنی کانفرمیشن ها رو برای ما شما چیکار میکنه مثلا میگه. ولی ما شما باید همیشه اکتیویت کنیم، مثلا منتظر باشیم برای کانفرمیشن تا ما بتونیم یک انتری یا یک در معامله خود یا در ترید خود مثلا چیکار شود، در جای خوبی مثلا چیکار شود داخل شویم که دیگر چیکار شود ضرر نکنیم. استاپ لاس خود همیشه وقت ما چیکار میشه پایین تر باید از اون بانیم و یا ابو ویکس چیکار میشه یا بلو ویکس باید بانیم، یا که اگر چیکار میشه بای میزدیم بلو ویکس یا سل میزدیم ابو ویکس مثلا چیکار شود باید بانیم. مثلا بعدش مطابق از اون تارگت استرکچر خود که ما اینا رو خواندیم مثلا اینا رو هر کدامش ببینیم و همیشه وقت گفتیم بیرش انگلفینگ یا مثلا بولش انگلفینگ، مارنینگ استار، ایونینگ استار و مثلا همه رو اینا رو همیشه چیکار میشه باید به تنهایی ما ترید نزنیم و از دیگه رئیسه ها هم ما مطمئن شیم، یعنی مثلا ما ببینیم که مثلا رزیستنس ما خیلی قوی است مثلا نمیشکنه هیچ، پس در رزیستنس اگر ما شوتینگ استار را دیدیم مثلا چیکار شد وقت ما باید چیکار کنیم سل بزنیم. پس چی است و کامن میستیک هایی که مثلا ما شما میشه میکنیم مثلا وقتی ما شما در یک تایم اوور تریدینگ، یک خوب اوور تریدینگ است که مثلا ترید زیاد میکنیم، در یک بار زدیم مثلا ترید ما مثلا ناموفق بود باز داخل میشیم مثلا که ترید موفق تر دهیم و باز مثلا چیکار میشه فیل میشیم باز میدراییم باز میدراییم مثلا خیلی ترید و دیگر نو هایر تایم فریم بایس. مثلا هایر تایم فریم بایس منظورش چیست که مثلا من میایم در تایم فریم 5 دقیقه‌ای مثلا یک همه را چیکار میکنم میبینم و مثلا همه را من میبینم در تایم فریم 5 minute 5 دقیقه مثلا 5 فکر کو در تایم فریم 5 minute من میایم همه را میبینم و میفهمم که در چی است در سپورت مثلا در یک سپورت هم هستم که چندین بار از اینجا بازار چیکار شده به سمت بالا شده، یعنی سپورت قوی قرار. پس اگر من در این نکته در 5 minute تایم فریم هستم، اگر من بایس نبینم مثلا فکر کو مثلا 1 hour یک ساعت و یا مثلا 15 دقیقه را و به می شکل دیلی را اینا را نبینم مثلا چیکار شد که در اونا کلا بازار مثلا چیکار شد مثلا پایین بیایم نشاخت مثلا در اونجا بسیار برش باشه مثلا باعث ما بسیار مثلا چیکار باشه حالتش برش باشه و ما در اینجا بیایم بای بزنیم در این نقطه در 5 minute تایم فریم مثلا ما در کدام نقطه در این نقطه بیایم با خاطر همه رو مثلا این سپورت بخوایم مثلا چیکار کنیم بای بزنیم اینجا کار نمیکنم به خاطر که مثلا حالت بازار به حالت بیرش است که سپورت بشکنانه و به طرف مثلا باشه پایین تر. پس این ما مشاخت های تایم فریم باعث چیکار کنیم باید داشته باشیم و دیگر تریدینگ نیوز و ما شما مثلا در جریان یک نیوز مثلا ما شما پشت در یک همه یا در مووینگ استار یا در اینا مثلا چیکار کنیم تریدینگ مثلا نیوز است که مثلا چه اصطلاح پایین ارزش خود از دست در جهان باید و اطلاع مثلا دقیقه به دقیقه مثلا چند پایین آمده رئیسه و ما میایم در یک نقطه در اینجا مثلا چیکار میشه همه رو میبینیم با شما دفعتا بیایم مثلا اینجا چیکار کنیم خریداری کنیم کار ما چی است که غلط است کار ما غلط است بخاطر نیوز است مثلا بازار هر دقیقه مثلا پایین میره کامن میستیک بود و فاینل مسیج همیشه وقت اینا رو ما در لوکیشن در یک موقعیت ای که ما این پترن ها رو پیدا میکنیم یعنی از نظر موقعیتش مثلا در سپورت زون در رزیستنس زون در دیماند ایریا یا در سپلای ایریا
مثلا چی کار شود و دیگر مثلا در جاهایی که مثلا ریورسال ترند چینج شده باشه، مثلا ما میره ترید دیم استک خوب است و در جاهایی که مثلا در بین مثلا رنج ما ترید دیم در اینجا مثلا خوب نیست. ترند ببینیم که ترند ما مثلا جهتش با کدام طرف است و یا نزولی و مثلا به سمت پایین است و دیگر کنفرمیشن و ما کنفرم شدن و این مساوی است با چی؟ با سکسس. در غیر از اگر ما این کندلستیک پترن ها یاد بگیریم و ما نتونیم مثلا چیکار کنیم در جاهای سری ترید پس ما دا چیکار میتونیم یک ترید خوب نمیتونیم مثلا کچ کنیم. خب دوستان عزیز تشکر که ویدیو را تا این نظر دیدین. اگر سوال داشتید با من جواب شما رو بدم.